داریم ما شب و روز خودمون رو میسازیم در این نظام احسن اله و ببینید چگونه خودمون رو میسازید. اعمال شما اینجا ملکاتی میشود که اون ملکات بذر صورساز اونجا هستند. من نمیدونم به چه زبان تعبیر کنم. حرکات ما، حرفای ما، خوراکهای ما، نیات ما در اینجا، در این رحم عالم طبیعت، ما داریم خودمون رو طوری میسازیم که در ماورای این طبیعت این ملکاتی که اینجا گرد آوردیم انباشته در ما همه سبز می شود. حالا هیچ کس به کسی کاری نداشته باشه. بدانید عزیزان من که هر کسی مهمان سفره خودشه، به دیگری کاری نداشته باشه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، آمدن شما رو بیم بدهند از عاقبت وخیم بدکاران که خودتون رو گرگ نسازید، خودتون رو حیوانات نسازید، خودتون رو جهنم نسازید. خداوند شما رو نیافرید که شما جهنمی بوده باشید. خداوند شما رو نیافریده که مثلا ازل و هوش و حشرت درباره شما صادق بوده باشه. خداوند شما رو انسان آفریده، شاهدن و مبشرن و نذیرا، بشارت بدهد از عواقب خوشتون و شما رو بیم بدهد از عواقب اعمال بدتون. هیچ کسی را نکوهش نکند مگر خودش را و بداند که هر کسی مهمان سفره خودشه. هر کسی مهمان سفره خودشه. هر کسی مهمان سفره خودشه.